یاشار چجوری از قبل میشناخته؟ بچه‌ها یاشار منو میشناخت، من نمیشناختم. من از همینجا از نازنین ویدیومو نگیر معذرت خواهی میکنم. نازنین، من متاسفم واسه خودم که چرا حرفای تو رو زودتر باور نکردم. علی عشق ابدی شکایت میکنم. الان دارم این حرفو میزنم. بوسیدن همدیگه هستیم یا هر چیزی. آدمای کثیفی هستید که میخواید با افکار عمومی بازی کنید و منو خراب کنید. شما منظورم اصلا همچین فیلمایی نبود. سلام، به کانال ترند افشا خیلی خوش اومدی. امروز قراره به حواشی پخش شدن فیلم های بد مهیار و یلدا و غلط کردن و شرمنده گفتن یاسمن به نازنین بپردازیم. قبل از هر چیزی به خاطر این جوجوی سگ کوچولو هم که شده کانال منو سابسکرایب کنی یا کانال کوچولو منو. اگر میخوای فیلم مهیار و یلدا رو ببینی آیدی تلگرام یا شمارت رو بذار تا برات بفرستم. فیلم بدیه، نمیشه توی یوتیوب بذارم. از اینا که بگذریم، مهیار میاد جلوی دوربین و شروع میکنه به گرفتن لایوی که 0 تا 100 غذایا رو یک طرفه توضیح میده. مهیار میگه که علی فصل قبلی یه ویدیو، یه وایس در واقع که ویدیو نبود، یه وایس فرستاد سمت اکسپلور و به من اشاره کرد که من ظاهرا خیلی عشق اونو داشتم، میخواستم شبیه اون باشم و من در جوابش اومدم یه حرفی زدم و در ادامه صحبتی که کردم این بود که اشاره کردم که یلدا با علی فصل قبلی توی رابطه بودن و رابطه علی و زهرا فیک بوده، فقط برای نمایش بوده و اونا توی اون تایم که جایزه رو بردن و با هم دیگه بودن که بعد کاملا خودشون گردن گرفتن ولی گفتن که یه تایمی بوده. حالا یکی گفته یه ماه بوده، یکی میگه چه میدونم 4 هفته بوده، یکی میگه 5 هفته بوده، هر کسی یه چیزی میگه، ولی در هر صورت موضوع همه از اینجا شروع شد که خب من در واقع یه التیماتوم به اینا دادم و فهمیدن چه خبره و شروع شد برنامه شروع شد و من صحبت هایی که میخوام باهاتون بکنم اصلا ربطی به برنامه نداره، اصلا ربطی به داخل برنامه این لایو من نداره و هممون شاهد بودیم که یلدا هر جا نشست سعی کرد منو خراب کنه. از لایواش گرفته، از استوریاش گرفته، از لایو مشترکی که با سرجی گذاشت و داخل اون لایو شدیدترین توهینا رو به من کردن، شدیدترین تهمت‌ها رو به من زدن که این چه میدونم دهنش بو میداده، این چه میدونم مشکلش این بوده، چه میدونم تو خواب میگوزیده. هر کسی یه چیزی گفت، من سکوت کردم، هیچی نگفتم. شما دیدید که من شروع خوبی نداشتم، همتون شاهد این بودید. من الان دارم دوباره عنوان میکنم این مسئله رو که بدونید. از همون روز اول که من دستم گذاشتم روی پای یلدا و یلدا اون صحبت کرد، یه کلمه هیزی که به من گفت، این هیز بودن شروع شد. من رفتم زیر یه فشاری و یه سری هیت اومد سمتم و بعدش اون داستان قبل تو پیش اومد که بازم من رفتم زیر و یه هیت دیگه اومد روی اون هیت ها اضافه شد و بعدش هم لایوش با سرجی بود. دوباره دارم تکرار میکنم که توی اون لایو من باز یه سری حرفای حالا هرچند نادرست راجع به من زدن و من بازم ساکت موندم. چند وقت پیش علی گفته بود مهیار بهش پیام داده و گفته بیا با هم فیلم‌های خصوصی یلدا رو پخش کنیم. یلدا هم بعد از چند ساعت از پخش این خبر با گریه گفت که کمکم کنید، مهیار میخواد فیلم‌های منو پخش کنه. مهیار هم بعد از شنیدن این خبرها به شدت عصبانی میشه و میگه توی تمام این مدتی که من توی اون 2 هفته اولی که برنامه داشت پخش میشد بچه‌ها، تقریبا اگر که بگم 100% یه آدم کلی پیام و میام و این چیزا میگیره، من 70% زیر هیت بودم و فقط 30% که اون 30% هم خب یه بخش حالا یه بخشی هستن که یا نمیخوان زود قضاوت کنن یا حالا کسایی هستن که من از نزدیک میشناسن، به هر حال کاری ندارم. ببینید بچه‌ها، توی اون 2 هفته‌ای که من زیر بار هیت بودم و شدیدترین فوشا رو من تحمل میکردم، کلی فوش ناموسی خوردم از خیلیا و همه اینا رو من تحمل کردم و هیچ چیزی نگفتم. اما نوبت رسید به وقتی که علی اومد یه لایوی گذاشت توی یوتیوبش و توی لایوش عنوان کرد که این بابا مهیار اسم منو آورده. دقت کنید اینجا رو. مهیار به من زنگ زده، نمیدونم پیام داده که میخواسته بیاد با من، گفته بیا با هم دیگه تیم شیم و علی یلدا فیلم و عکس خصوصیشو که دارم انتشار بدیم. من همینجا در حضور همتون میخوام که این موضوع رو ثابت کنه، چون اگر ثابت نکنه من اولین فرصت میرم ترکیه استانبول و از علی عشق ابدی شکایت میکنم. الان دارم این حرفو میزنم و توی لایوش چون اسم من آورده، من طبق اون اسناد مدارک میتونم ازش شکایت کنم. من همین امروز با وکیل صحبت کردم و میشه مثل داستانی که با ماهرخ داشت و کشوندش دادگاه. یعنی علی باید منتظر این تهمتی که به من زده باشه یا این که میاد مثل آدم ثابت میکنه ببینه من کجا بهش پیام دادم، زنگ زدم. کوچکترین پیام و زنگ منو باید بتونه ثابت کنه که من بهش همچین حرفی زدم، چون تهمتی بوده که اصلا هیچ جوره نمیتونم زیرش خالی کنم و
بگم بیخیال. تا اینجا اومدی میشه سابسکرایب کنی، خواهش میکنم. مینا نامداری با 2 میلیون فالوور اومد گفت مهیار فیلم یلدا رو پخش کرده. مهیارم با عصبانیت میگه تو با علی تیم شدی تا با حاشیه سازی ویو بگیری، خودتون فیلما رو پخش کردین تا گردن من بندازین. احتمالاً هم حق با مهیار باشه، چون به نظر من مینا نامداری میخواد از طریق حواشی دوباره سر زبونها بیفته و خب چه تومه‌ای بهتر از مهیار. فیلمی که امروز پخش شد، امروز بود دیروز بود پخش شد، میبینید که من و یلدا خب در حال بوسیدن همدیگه هستیم، حالا هر چیزی. خیلی ها اومدن انگشت گرفتن سمت من که تو این ویدیو رو پخش کردی، در صورتی که 2 هفته تمام من فوش ناموسی می‌خوردم. 2 هفته تمام من زیر هیت، بدترین هیتی بودم که اگه 1% اون هیتایی که من گرفتم و یکی از اون بچه‌ها میگرفت، از در خونه‌شون نمیتونست بیاد بیرون، نمیتونست. ولی من میومدم برای شما لایو میذاشتم، از تو تختش نمیتونست بلند شه. چطور شما انقدر بی شرف هستید که تحت هر عنوانی میخواید منو بکوبید؟ من که کوتاه نمیام سر این داستان. که شما وقتی که یه اشتباهی من انجام دادم سر داستان قبل تو، خیلی اومدن رو من گارد گرفتن، خیلی ها به من هیت دادن، من به احترام مردم ازشون عذرخواهی کردم، گفتم که من معذرت میخوام. ولی شما بگردید دنبال اشتباهات یا باگای من توی برنامه، نه اینکه یه چیزی رو بکشید بیرون خارج از برنامه و بعدش هم بندازید روی من. مگه داریم همچین چیزی؟ امروز یه خانم عزیزی که اسمش مینا هست و 2.9 میلیون فالوور داره، امروز اومده یه استوریای گذاشته که من و یلدا میدونستیم که این ویدیو قراره پخش بشه و شما عزیزم نمیدونستی، شما چون کار خودتون بوده. من مستقیما دارم میگم کار خودتون بوده. شما همتون یه تیم هستید که الان بر اساس علی میاد 2 هفته پیش، یه هفته پیش، 10 روز پیش یه لایو میذاره تو یوتیوب که من بهش پیام دادم، خواستم کانکت شم باهاش، تیم بشیم، تیم کشی کنیم، بریم یلدا رو خراب کنیم. خیلی جالبه. بعد یلدا خودش یا یکی از شماها میان فیلمو میندازیم کف اکسپلور که بعدش چی بشه؟ خانم مینا بیاد بگه آره این چقدر بی‌ناموس بوده، این فیلم‌ها رو پخش کرده، این فیلم. بابا شما چقدر آدمای کثیفی هستید که میخواید با افکار عمومی بازی کنید و منو خراب کنید؟ شما این شرف ندارید که بتونید از توی خود برنامه به من هیت بدین. تا دیدید یکم هیتا داره روی من کم میشه و مردم دیگه دارن میبینن که من خود واقعی‌ام، الان اومدید دارید چه میدونم یه سناریویی که کاملا مشخصه، علی میاد فنگش میندازه، یلدا میاد فیلمو پخش میکنه و اصغر و تقی و نقی و قلی و چه میدونم هر کس دیگه بلند میشه میاد حمایت میکنه که نه هشتگ نه زن ستیزی. کدوم زن ستیزی؟ چه زن ستیزی من کردم؟ کدوم فیلمو من پخش کردم؟ شما بچه اسناد مدارکی دارید میگید که من اون فیلمو پخش کردم؟ من نمیفهمم واقعا. هر چی نمیگم، کوتاه میگم اشکال نداره، دهنمو ببندم ساکت باشم، هیچی نگم. اگه من میخواستم فیلمی پخش کنم، من 100 تا فیلم بدتر از اون دارم که بخوام پخش کنم، ولی هیچ وقت شخصیتم، خانواده‌ام، ناموسم، شرفم اجازه نمیده که بخوام اون کارا رو بکنم. من اگر روزی اومدم گفتم که من طبق اسناد مدارک، طبق فیلم میام برای شما صحبت میکنم، منظورم از همچین فیلمایی نبود. مخم داره میتره که شما چقدر آدمای بی‌شرفی هستید آخه. از اینا که بگذریم میرسیم به نازنین که خدایی یک کمی خودشو تو دل مردم جا کرده و دیگه مثل قبل منفور نیست، در حدی که یاسمن اومده از نازنین معذرت خواهی کرده و گفته یک توضیح راجع به قسمت 18 بدم. من از همینجا از نازنین ویدیومو نگیر معذرت خواهی میکنم. نازنین، من متاسفم واسه خودم که چرا حرفای تو رو زودتر باور نکردم، منو ببخش. بچا درسته که نازنین بعضی اوقات یکم حرف عجیب غریب میزنه یا برداشت اشتباه میکنه، مثلا مثل زمانی که من بهش گفتم بابا اینقدر حساس نباش، جاوید شوهر تو نیست، و اون فکر کرد که این تهدیده، ولی این تهدید نبود، داشتم واسه خودش میگفتم. حالا از اینا بگذریم. هر چیزی که نازنین اینجا میگه کاملا درسته، من دیر فهمیدم و بازم نازنین جون من شرمنده‌ام. بچه‌ها سلام دوباره. خیلی بهم پیام دادن که چرا با نازنین خوب بودی، بعد مثلا یهو امروز صبح اینجوری شد. شب قبلش نازنین اومد به فرناز یک حرفی زد، یه حرف نامناسب زد و فرناز ناراحت شد و رفت بالا گریه کرد و خب من خیلی ناراحت شدم سر این قضیه. بعد نازنین اومد بالا و شروع کرد با فرناز یه سری از بحثایی بینشون پیش اومد که دعواشون شد و من هر چقدر به نازنین میگفتم که نازنین بس کن، تموم کن، دیگه نگو، این کار نمیکرد. به حدی رسید که آخر سر فرناز و نازنین که پیش هم میخوابیدن، من تختم رو با فرناز عوض کردم که فرناز بره روی تخت من که دورتر از نازنین بود بخوابه و من رفتم بغل تخت فرناز خوابیدم. چون رفتار نازنین با فرناز خیلی اشتباه بود و یه سری از رفتارهای دیگه هم که از نازنین میدم و اونا هم اشتباه بود و نه فقط برای فرناز، با بقیه هم، یعنی با فردین، با معین، با کلا با بقیه یه سری حرفایی زده بود پشت سرنه که واسه ناراحتی خیلی شده بود. واسه همین من یکم ازش چیز بودم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. شاید 5 ثانیه وقتتو بگیره ولی با سابسکرایب کردن خیلی میتونی به من کمک کنی. دوست دارم، روزت بخیر.